با یک پسر میگه با طریق تلفن شناس شدم. او در مهاجرت است و من گفت که این خیل گپ میزنیم گناهگار میشویم. با طریق تلفن نکاح کردیم. یک شاهدم داشتیم. آیا نکاح ما درست شد یا نه؟ ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که در این لحظه ای که با ما هستین و همیشه برای گوش کردن و برای هر یک مسئله را جوابش شنیدن وقتی شما وقتهای خودتان با شنیدن این پند و نصیحت ها میگذرانین، الله مهربان در هر یک دقیقه او برای شما پاداش بزرگ نصیب گردانه و البته در شنیدن این و در محبت این الله مهربان ثواب و اجرهای را وعده کرده است. خدای مهربان همه شما را با نصیب بگرداند و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، روحشان از ما فرزندانشان از ما نزدیکانشان شاد گرداند و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند میل ما را، محبت ما را، ذوق ما را باز هم به سوی این دین پاکش زیاد بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که بیماری هایی که چی در خانه و چی در بیمارخانه داریم خداوند به آنها شفای کامل نصیب گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که حاجت طلب هایی که باشند حاجتاشون خدای مهربان برآورده بگردان. علال خصوص بسیاری از بندگانی که همیشه در یاد و همیشه در کافت و کاوی یکی از نعمتهای الهی که فرزند است، خداوند از این نعمت به فرزندان هم نصیب بگردان. و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که برادران و خواهرانی که در مهاجرت هستین، در سفر کاری هستین یا در طلب رزق روزی هستین، خداوند کاراتون در برار و برکت و کشایش نصیب گردانه و الله مهربان آن مقصودها و آن نیتهای را که با خودتان دارین و برای برآوردن او شما زحمت میکشین، مهنت میکنین، خدا ای شما برآورده کنه و شما را الله مهربان صحت و سلامت و این زادگاهتان، به این دیارتان، به این ملکتان خداوند رسانه. و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند این دیار ما را هم، این ملک ما را هم از همه آفتها و بلاها نگهبان باشه و کسانی که برای بهبود و برای خوب شدن شرایط این ملک زحمت میکشند، مهنت میکنند، خدای مهربان عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشان گردان. برادران عزیز و گرامی،
الحال در پیش من یک دفتر پر از سوال هایی که شما در همین شبکه نور تیوی نویسانده روان کردین و در پیش من آورده گذاشتن و انشاءالله چگونه که من هم قبلا برای شما وعده داده بودم که ذره امکانیت یابم و هر زمانی که برای من الله مهربان دست داد حرکت میکنم و سوالهاتون جواب گردانم و همچنان موضوعهایی که برای من شما خواهش کردین که یکی درباره فضیلت قرآن خواندن، یکی درباره نفس، یکی درباره قدرت‌های الهی را برای ما بیان کن. انشاءالله اینها هم در گویم نزد من هستند. همه اینها انشاءالله آماده‌اند. من خدا خواهد به سمع شما اینها را هم الله برای من مهلت دهد، برای من وقت دهد، من به سمع شما میرسانم. برادران عزیز و گرامی، همه به والله قسم همه حرکتم، همه تلاشم برای این است که هر چیزی که از دانش و فهمیش که دارم برای شما برادران عزیز، خواهران عزیز من باید که گفته گذارم، تا شاید که اگر یک مسئله را که شما اگر از ما آموزین، شما اگر از ما گوش اندازین و با او اگر شما انشاءالله توفیق عمل کردنش پیدا کنین، این برای من هم در دنیا و هم در آخرتم بسیار مهم است و به نهایت برای من نفع خیلی زیادی دارد. الان درباره مهلت گفتم، درباره وقت گفتم. برادران عزیز و گرامی، یکی از دانشمندها به نام محمد امین میگه روزه یک شاگرد خودش وقتی دید آمده ایستاده است، پرسید که ای بنده خدا، از این بالا آمدی، از کجا آمدی استی؟ میگه شاگردش به طرف حضرت محمد امین گفتن حضرت گفتن در قبرستان بودیم، الحال گفتن نفری را اونجا مقصد گور کردیم و دعا و درود کردیم و گشته آمدم. برادران عزیز، خداوند دانشمندها بسیار یک برکت خالیان، بسیار خیر زیادی دارند. به طرف این شاگردش گفت فرزند عزیز، الحال تو توانستی که از این قبرستان گشته بیایی، ولی فراموش نکن، گفت فرزند عزیز، روزی می شود که تو را به همون قبرستان میبرند ولی دیگر امکانیت باز پس آمدن نداری. زین لحاظ گفت فرزند عزیز، وقتت را غنیمت بدان. خواجه حافظ می گفت وقت را غنیمت دان، آن قدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. برادران عزیز، وقتاتون غنیمت دانید، به قدر وقتاتون رسید و انشاءالله هر کسی که به این قدر این میرسد، خدا خواهد وی زیرکترین امت پیامبر به شمار میرود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمیدانستم یا عالمتر نمیدیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت
مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد با سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن میتواند. زین لحاظ حقیقتا وقتامون برادرای عزیز بسیاری به این قدر این میرسد. خدا خواهد وای زیرکترین امت پیامبر به شمار میرود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمیدانستم یا عالمتر نمیدیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد و سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن میتواند. زین لحاظ حقیقتا وقتامون برادرای عزیز بسیار هم گوهر است، هم عزیز است، هم ارزش دارد و همچنان بسیار تیز میگذرد. عزیزای خدا میگن بر لب جوی نشین، دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان میگذرد. چگونه که همین آب به خودش یک حرکت دارد یا سرعت دارد، همین عمر انسان هم برادران و خواهران عزیز مثل همین آب روان است. بسیار در او میگذرد، به نهایت تیز ای دست میرود. برای همین خدا رحمت کند جنونی را. میگو فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. بسیار ارزشی بلندی دارد، ارزانش نفروش. مقصد بیهوده نگذران، به غفلت نگذران که این ارزان فروختنی وقتی شما هست. الله توفیق آن چیزی را که شنیدیم برای ما و شما نصیب گرداند. الحال من سوال هایی که در پیشم هست انشاءالله من برای شما جواب میگردانم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفری سوال کردن، گفتن معنای نام مؤسده چیست؟ چون که یک داملا گفت که معنایش ستونهای دوزخ است. بسیار غمگین شدم. یعنی کدام فرزندش نامش مؤسده مانده است. این مؤسده برادران و خواهران عزیز در سوره مبارکه همزه آمدگی است که در آیت های 8 و 9 خدای مهربان میگه انها علیهم مؤسده فی عمد ممدده. یعنی اینجا در گپ در سری، یعنی انا مؤسده با عین دیگر است، مؤسده با الف دیگر است. برای همین در سوره بلدم آیت 20 علیهم نار مؤسده. در اینجا هم در سوره بلدم در سوره همزه هم مؤسده آمده است، لیکن مؤسده به عین. چخیلی که زن فرعون آسیه نام داشت، در قرآن میگذرد آسیه بود نامش، لیکن الف قطعی اگر آسیه بگیریم نام معنای خوب میتید، لیکن وقتی عین قطعی بگیریمش آسیه بگیم اینجا علاقه آدمی گناهگار آسی میگن. برای همین در گپ در سری تلفظ میرود، گپ در سری انا همون مثال هر حرف از جای خودش بیرون کردن. برای همین اگر مؤسده ای که در اینجا آمده است، مقصد
مؤصده معناش به معنای یعنی اینها علیهم مؤصده، الله چی میگه؟ گپ در سر آدمای دوزخی میرود. برای این مقصد آتش جهنم مؤصده به معنای فراگیره یا به معنای بگیم یک بالاپوش یا دهنک میگن. یعنی میگه وقتی که دوزخی ها را در مثل یک کوزه داخل میکنن، بعد مؤصده همون یک دهنکی که میگذارن که دیگر در درون همون مقصد کوزه آتش همه را فرا میگیرد کو. یعنی بر اینها جای خالی نمیماند که اونجا مقصد آتش جهنم نموشد. انا در دوام آیت بعد فی عمد ممدده، انا که عمد یا عمود اینجا در گپ سری ستون اگر وای گفته باشد، اینجا در گپ در مؤصده نیست، در عمد است. انمو عمد یا عمود انمو ستونهای دوزخی که این با مؤصده یگان رابطه نداره. لیکن مؤصده گذاشته باشید، این اصلی کلمه از اسید است. اسیده به معنای نام طعامی. اصلا مؤصده بگیم نام یک طعامی هست که اینا اگر شما در لغت ها هم نگاه کنین، همون طعامی که از آرد تیار می شود که با او مقصد خرما هم یک جا میکنن، خلاص رنگی که در تاجیکای ما مثل حلوا واری تیار میکنن، انا را اسید میگن. برای مؤصده هم یعنی یک نامی طعام است. اگر با الف مؤصده بگیری یعنی فراگیر یا اینکه مقصد بسته شده یا بالاپوش. لیکن در اینجا تماما معنای ستون دوزخ نیست، بلکه آیت بعدیش در عمد ممدده، انمو عمدش انمو ستون است که دوزخی ها را الله میگه ما در دوزخ هایی که ممدده، ستون هایی که مثال دراز درازن که همش از آتش عبارتن، ما در اونها دوزخی ها را میبندیم. خب سوال دیگری که آمده است، با یک پسر میگه با طریق تلفن شناس شدم، او در مهاجرت است و من گفت که این خیل گپ میزنیم گناهگار میشویم. با طریق تلفن نکاح کردیم، یک شاهدم داشتیم. آیا نکاح ما درست شد یا نه؟ نکاح با طریق تلفن برادران و خواهران عزیز درست نمی شود. حال آنکه در اینجا باز شما یک شاهد داشتید. برای درست شدن نکاح دو شاهد در کاره. از این لحاظ اگر هر یک دختر و هر یک پسری که وقتی که مصلحت ها می شود که اینها در آینده زن و شوهر می شوند، اگر ضرورتی ندارد که شما با تلفن با یکدیگر صحبت ها داشته باشید. انشاءالله که همه یکدیگر را که دیدین، یکدیگر را که میفهمین، یکدیگر را که میشناسین، طریق تازه و پاک و خوبش همین است که آمده با یکدیگر یک بار از نزدیک مقصد در خانه دختردار، خب در نزد بگیم محرماش شما یکدیگر را میبینین، شرط و شرایط یکدیگر را مصلحت میکنین و انشاءالله بعد توی تانا میکنین، با همین زندگی تانا میکنین. پیشتر این مصلحت ها و این گپ زدنی ها و این واخوری ها برای خیر شما نیست. خواهر دادر عزیز، برای هیچ کس نمیداند که پگاه به سر یکی از شما چه آمدنی است. آیا این کار شما در منبد می شود یا نمی شود؟ از این لحاظ یعنی بدنامی هم برای دختردار هم برای بچه دار می شود. برای این یکمش نکاح با تلفن نیست، دویمش در حضور یک آدم نکاح هم نمی شود، سیوم که این کار هیچ وقت هم نکنین، زیرا این کار عادی و هزل و شوخی نیست. این کار بسیار کار جدیه و حرکت کنید که زندگی تانه از ابتدا با حلال و با فرمودهای خدا آغاز کنید تا در زندگی هاتان شما برکت یابید.